السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. درس ها را خیلی فشرده میگیریم. دوستای عزیز، امروز ویرایش متن خود را بر روی یک تصویر چگونه ویرایش بدیم. مثلا یک حدیث مبارک را نوشته میکنیم، بعضی ابزارها یا بعضی طراحی میکنیم، بعضی صورتها و تغییرات اون متن خود را امروز در سبق انشاءالله میخوانیم. در ابتدا آوردن تصویر در این برنامه چگونه هست. سعی کنین برای آوردن تصویر شما در ابتدا اینجا کلیک میکنید. وقتی که اینجا کلیک کردین، برای شما همچون یک منوهای پیشنهاد می شود. بعد از او به خاطر آوردن تصویرتان شما اینجا گالری را انتخاب میکنید. وقتی که شما انتخاب کردین، دایره به سر تصویرهای شما میره. دوستای عزیز، بهترین تصویرهای طبیعت یا تصویرهای گل یا بهترین تصویرها من یک سایت را معرفی کردم و لینک اون سایت را به گروه هم فرستادم. شما میتونید که از طریق لینک و ویدیو را تماشا کنید. بهترین تصویرهای طبیعت را برای شما بدون کدام کپی رایت پیشنهاد میکند. من اینجا یک دو تصویر را گرفتم، حالا یک تصویر را انتخاب میکنم. اینجا اوکی را شما میزنید. اینجا وقتی که شما یه علامه اوکی را فشار دادین، تصویر به صفحه شما کلیک می شود. پس اینجا ما شما یک متن را نوشته میکنیم. طریقه نوشته کردن متن در درس گذشته هست. دوستای عزیز، من اینجا یک متن دارم، پست میکنم. این متن خود را نوشته کردم، یا شهید یا غازی. این متن خود را دوستای عزیز من حالا ایدیت یا ویرایش میکنم. پس در اینجا برای شما این پیشنهادها هست که متنهای خود را چگونه ویرایش بکنید. از الف تا یا انشاءالله کم کم قدم قدم پیش می رویم. در ابتدا دوستای عزیز اینجا برای شما یک علامه قلم و به نام ایدیت در فارسی ویرایش میگیم. یعنی همون متنتان اگر غلط شده دوباره شما رفته اون اصلاح کرده میتونید. از خانه اول. از خانه دومی دوستای عزیز متن خود را دیلیت یعنی حذف میکنیم که تصویر آشغالدانی است اینجا. و از خانه سیوم دوستای عزیز اگر اینجا را شما خانه سیوم را فشار بدهین، کپی هست. یعنی همون یک متن شما را دو متن میکنه. سعی کنید حالا دو متن شد. تا هنوز یک متن بود، حالا دو متن میشه. میخواین مثلا از این متن 3 تا داشته باشین، یک بار دیگه هم فشار میدین 3 تا میشه. پس ما شما دو این را حذف میکنیم دوستای عزیز، یکیش را صرف ویرایش میکنیم. این 3 خانه را ما شما خواندیم. دوی دیگر را ترک میکنیم که در آینده ها در جایش میخوانیم. میایم در خانه پنجم پوزیشن در اینجا. این گزینه برای ما شما چیکار میکنه؟ سعی کنین وقتی که این فشار میتون همچون یک گزینه دیگه باز میشه. ما شما میتونیم که متن خود را مثلا بالا ببریم از این خانه، پایین بیاریم از این خانه، دست راست ببریم از اینجا، دست چپ ببریم از اینجا. اگر این را بالا گذاشتین باز فشار دادن یک مرتبه خیلی بالا و پایین میرسه. کن اگر این را پایین موندیم باز بسیار آهسته آهسته به طرف دست چپ راست بالا و پایین میاره. به هر صورت از هم تیر میشیم دوستای عزیز. اینجا یک چیز دیگه خیلی ضروری است، سایز به معنی ما اندازه اما تصویر ما اینجا نوشته است به انگلیسی سایز، یعنی اندازه تصویر. وقتی که فشار دادین اینجا متن ما را بزرگ میسازه، کوچک میسازه. به هر قدر که شما خواسته باشین میتونید که متن خود را خرد و بزرگ بکنین. از هم پیش میریم دوستای عزیز در بخش کالر یعنی رنگ. به انگلیسی کالر رنگ میگه. اگر همین متن خود را شما یک رنگ انتخاب میکنین، باز برای شما دو رقم رنگ انتخاب میکنین. یکی رنگ یعنی همون متن شما کاملا یک رنگ باشه که در اینجا در بخش اولش هست. من اینجا اشاره میتونم سعی کنین در اینجا در بخش بالایی کالر نوشته است. یک اما متن کاملا یک رنگ میده. اگر شما میخواین در یک متن دو رنگ باشه، باز شما پایین کالر را اینجا را فشار میدین. سعی کنین اینجا را. وقتی که اینجا شما فشار دادین باز برای شما پیشنهاد میکنه این رنگ ها را، این الوان مختلف را برای شما پیشنهاد میکنه که شما اگر یک اینا را فشار بدین اما یک متن شما چند رنگه، دو رنگه، سه رنگه میشه. سعی کنین چند رنگ، یک متن چند رنگ به خود پیدا میکند. پس ما شما مثلا این رنگ را انتخاب میکنیم. پیش میرویم از هم دوستای عزیز. اگر شما بخواین در این متن خود در داخل همون حروف ها یک تصویر اضافه شود، پس این خیلی آسان انجام میشه دوستای عزیز. مثلا از اینجا میتونین ایره چیز بکنین. اما این من به یک حرف انگلیسی چیز میکنم کمی زیباتر باید دوستای عزیز.
اینجا یک متن تازه میگیرم یا امیر وایرایش میکنم، مثلا نوشته میکنم حرف ای انگلیسی اینجا و سایزش هم بزرگتر میسازم به این مقدار. حالا میریم به سری درس خود. اینجا دوستای عزیز وقتی که شما اینجا رو انتخاب کردین به تصویرها میرود. وقتی که اینجا رو فشار دادین حالا تصویرهای شما رو میارد. همون تصویر مثلا داخل همین حرف خود یا متن خود شما یک تصویر اضافه میکنید. مثلا من این تصویر اضافه میکنم، سعی این تصویر به داخل هم عکس شما اضافه شد. به این شکل اضافه شد. از این هم پیش میریم دوستای عزیز. صرف اینجا یک چیز دیگر میخوانیم که همین ویدیوی ما شما کمی طولانی تر شد. همین متن خود را بولد یعنی بزرگ کردن، چگونه بزرگ میسازیم. از اینجا شما میتونید که از اینجا بزرگ بسازیم. یکی بزرگ ساختن این کاملا میباشه، یکی هم خط را درشت کردن. از اینجا وقتی فشار دادین بیره یک سر ابزار به شما پیشنهاد میکنه، صرف همون کلمه بی یا حرفی بی را که انتخاب بکنین اینجا من علامت میزنم اینجا را. وقتی که اینو انتخاب کردین اما متن شما کاملا بزرگ و به شکل می شود، یعنی درشت می شود. درجه دوستای عزیز درس ما شما خیلی طولانی شد. بعضی ابزارهای دیگه هم داره، اینا رو ان شاء الله در درس‌های آینده می‌خونیم. السلام علیکم و رحمت الله.